در اخبار آزادی از حادثه‌هایی که یک روز اخیر در تاجیکستان و جهان گذشت خبر می‌دهیم. درود بیننده عزیز. با شما هستم مومن احمدی. امروز 16 ژانویه است. نگاه به سرخط خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان زنازنی دادستان شهری بستان ولایت سوخت و مالک یک طرفخانه خوجند را تحقیق می‌کند. مقامات روس پس از 4 روزی بازداشت ده‌ها مهاجر تاجیک را دوباره به تاجیکستان پس گرداندند. بردن аэропорт Домодедов, аэропорт Жуковский, аэропорт Жуковский ба Тоҷикистон рӯ мекарданд. پدر و مادر آیشه کریمова اصرار می‌ورزند که فرزند آنها در خانه شوهرش بر اثر لتوکوب فوتیده است، نه از دود گنراتور برقی. از گلویش وای قپیدگی جفیدگی است. بدنش هم از سیب سیاه کبود کندگی. دادستانی کلی تاجیکستان حادثه زنازنی با حضور دادستان شهر بستان ولایت سوخت در یک طرفخانه در خوجند را تحقیق دارد. چند منبع رادیو آزادی روز 16 ژانویه گفتند که مناقشه شب 22 به 23 دکبر سال گذشته در طرفخانه پارلمانتی شهر خوجند میان عبدالقهار عزیزوف دادستان شهر بستان و پرویز اشوروف مالک طرفخانه پارلمانت رخ داده است. شاهدان میگویند به خاطر آرام کردن مناقشه یک کارمند پلیس که آنجا حضور داشته است از تپانچه به هوا تیر پرانده است. هنوز معلوم نیست که سبب مناقشه چی بوده است و آن با عیب کی آغاز شده است. با گفته شاهدان پسر پرویز اشوروف نیز در این جنجال همراه است. با گفته منابع رادیو آزادی چون پای دادستان در میان است، تحقیق حادثه به صلاحیت دادستانی کل ربط میگیرد. در مقامات دادستانی شهر خوجند حادثه را رسما تصدیق یا رد نکردند. منابع رادیو آزادی گفتند حالا دادستان عبدالقهار عزیزوف در رخصتی بیماری قرار دارد. نظر جانب‌ها معلوم نیست. زنازنی و یا مناقشه با اشتراک نزدیکان و فرزندان منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان زود ثبت می شود، اما در اکثر موارد پروندهشان جدی تحقیق نمی شود. مقامات روسیه ده‌ها مهاجر تاجیک را به روسیه راه نداده پس از 4 روزی بازداشت در فرودگاه مسکو آنها را به تاجیکستان اخراج کردند. مهاجران میگویند با آنها هیچ دلیل برای راه نیافتنشان به روسیه و سبب اخراجشان را نگفتند. در دوام 2 سال اخیر مقامات در روسیه ده‌ها هزار مهاجران کاری را با بهانه‌های گوناگون از این کشور اخراج کردند. ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله با مهاجران اخراج شده در نزد فرودگاه دوشنبه صحبت کردند. بیش از 100 مهاجری تاجیک را به حدود روسیه اجازه ورود نداده از فرودگاه‌های مسکو اخراج یا بازپس فرستادند. این مسافران میگویند روز 12 ژانویه به مسکو پرواز کرده بودند، ولی به جای وارد شدن به شهر 3 شبانه روز در فرودگاه دمدیدو و ژوکوفسکی در شرایط ناگوار نگهداری و در نهایت به تاجیکستان رانده شدند. این аэропорт проверка мекарданд, бурдан як ҷо маҳкам мекарданд. 1.5 сутка дар як ҷо маҳкам будем. Мо бояд душанбе парвоз мекардем. Моро бурдан аэропорт Домодедов, аэропорт Жуковский, аэропорт Жуковский ба Тоҷикистон рӯ мекарданд. این مهاجران میگویند به آنها دلیلی ندادن اجازه ورود به روسیه را شرح ندادند و همچنین نگفتند که چرا اخراج یا دپارت میشوند. سبب این نامعلوم نمیگم، میگی سبب شب پرسم جوست که گپ میزنن خطی. با گفته این مسافران آنها را بدون باگاژهایشان از یک فرودگاه به فرودگاه دیگر بوده به خوجند روان کردند و بعد از 6 ساعت از خوجند به دوشنبه آوردند. تلفن میکوبد، تلفن تا هیچی هم نداشته باشه، دپارتاسیا پاسپورتی نداشته باشه، دپارتاسیا میگیرن. نامعلوم است، 3 ماه پس با معلوم میشه که چند سال زدگان. من بکنم 35 سال میکنم خیلی. ای 5 تا 35. چند نفر؟ 90 کس ای سریس. سی علی عزیزوف مهاجری دیگری اخراج شده میگوید آنها را بسیار تحقیر کردند و حتی اجازه نمیدادند که آب نوشند و دیگر حاجت‌های انسانیشان را برآورده کنند. لیش نماره گفتن که چی با گفت پاسپورت алиш کردی. ما گفتم ای سال 2016 алиш کردگیم، حاضر 25 26 شده. ها گفتم در 10 سال ما پیش алиш کردگیم، گفتم چی با پرتنزیا در 10 سال نشده، ایمنن 25 26 داشت. شیدا میکرد. میگردم مرا میگه که برای مقامات خطونده جالب که جمو جالب یاگم تا تر قبول نمیکنیم. همه چی خیلی گنده. همه
пасттарин ҳолата гирифторат мекунад ки даже 10 метр об истодагӣ мегӯ бебрам об бихӯрам намемонад ҳамон хурду хӯроки чӣ хела бигинда аби рости гап капуст меоран ами як косада капусту қарак салат хоб барноми ало да пол поли болои плитка да хоб кардагим 2 сутка азоб бачаҳо гудаки майда ҳама тараф худам буд ай гудаки майда сар кардаги то мусафеда буд мусафеди 78 солара депорт кан қатимон омад риш шамиқа бачаш касал буда хабар гирифта. مقامات تاجیکستان و روسیه تاکنون درباره دلیل‌های این اخراج‌های گروهی چیزی نگفتند. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 16 ینور درباره دلیل‌های افزایش اخراج مهاجران در روزهای اخیر اظهار نظر نکردند. تنها گفتند که دلیل‌ها آمار و اقدام‌های این نهاد کارکرد شده ایستادند و در نشست خبری وزارت پیشنهاد میشن. با گفته یک منبع در مقامات مهاجرت، با علاوه این 90 تن همچنین 46 ساکن دیگری ولایت سوخ نیز اخراج و به وطن فرستاده شدند. مقامات روسیه بعد حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در بهار سال 2024 گفتند با مهاجرت غیر قانونی جنگ اعلان میکنند و در این مدت ده ها هزار نفر را بسیار وقت با دلیل‌های غیر قانونی و با پایمالکنی سخت حقوق مهاجران از خاک روسیه میرانند. بنا به اطلاع خدمات فدرالی اجراییان سود در سال 2025 بیش از 54,000 شهروند خارجی با قرارهای این نهاد از روسیه اجباراً اخراج کرده شدند. دقیق معلوم نیست که چه شماری آنها تاجیکستانی ها می باشند. در مرحله‌های اولی حمله وسیع مقیاس روسیه به اوکراین، ایران همچون تامین کننده اساسی سلاح و مهمات نیروهای کرمل یاد میشد. ولی کارشناسان میگویند حالا این نقش را کره شمالی بر دوش گرفته است. سلاح‌های ایرانی باشد در خود روسیه استحصال میشوند. در این باره همکارمان میرزانبی خالقزاد گزارش دارد. سالهای اخیر و به ویژه با آغاز حمله پرمقیاس روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 ایران یکی از تامین کنندگان اساسی سلاح و مهمات برای روسیه بود. ولی به قول کارشناسان فعلا جمهوری اسلامی در این ساحه نقش بزرگی ندارد. خبرگزاری بلومبرگ هفته روان گزارش داد که سر از سال 2021 ایران به روسیه به مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون دلار موشک‌های بالیستیکی و ضد حمله‌های هوایی فروخته است. اما مسکو هیچگاه در این باره خبر نداده و ایران هم صادرات اسلحه به روسیه را رد می‌کند. شارح مرکز نوی پژوهشگاه استراتژی یورازیا روسلان سلیمانوف میگوید حاضر روسیه مثل 4 سال پیش به اسلحه و مهمات ایرانی احتیاج ندارد. تا جای میدانم تا 90% استحصال این پهپادها در روسیه به کمک ایران راه اندازی شده است. یعنی حاضر کرمل مثل پیشتر به اسلحه ایران نیاز ندارد. ایران در تامین تکنولوژی و آموزش کادرها هنگام بنیاد کارخانه تولید هواپیماهای بی‌سرنشین در شهر یلابوگای جمهوری تاتارستان روسیه یاری رسانده است. طبق گزارش‌های رسیده محض در همین جا درون یا پهپادهای شهید با نام گران تولید می‌شوند. بر پای معلومات اوکراین هر ماه در روسیه تا 5000 نوع پهپاد دورپرواز و از جمله گران و گربه استحصال می‌کنند. جای یادآوری است که گربه پهپاد بی خطر بوده برای غفلتگیری نظام ضد هوایی استفاده می شود. کارشناسان اوکراینی تخمین میکنند که فعلا نصف سلاح و مهماتی که روسیه در جنگ اوکراین استفاده میبرد در جمهوری خلقی دموکراتیک کره استحصال شده. این کشور بزرگترین تامین کننده تجهیزات جنگی ارتش روسیه است. نزدیکان جوانزن 23 ساله ساکن ولایت ختلان که در خانه شوهرش به طور اسرارآمیز فوتیده است از مقامات تحقیقی جدی مرگ او را طلب دارند. مقامات هنوز سبب مرگ این زن را اعلان نکردند ولی طبیبان به این خانواده گفتند که او از دود زهرآلود و نفسگیر شده است. والدان به این فرضیه باور ندارند و میگویند
آیشه پیوسته زیر ظلم شوهر قرار داشت و او را بارها نفسگیر کرده بود. براد یوسفی و علیشیر ظریفی این موضوع را پیگیری کردند. والدان یک جوانزن فوتیده در ناحیه عبدالرحمن جامی ادعا دارند که دخترشان بر اثر شکنجه در خانه شوهر فوتیده است. آنها در مرگ آیشه کریمова 23 ساله شوهر او را گناهکار می‌دانند که به قول آنها در گذشته نیز چند دفعه به همسرش بدرفتاری کرده است. سیم بوره کم خیل دختری من قرتق جاف کردگی بود عروسک یا موها بدمو خیل کردش بال نیساش بردن یک باری دیگه در فدراسیای روسیه همی خیل کردش اینا سیم بوره که دختر ما سیم بوره کشتک. والدان آیشه مرحوم میگویند قبل از دفن دخترشان در جسم او نشانه‌های لطوکوب و شکنجه را دیدند. چند عکس هم از آثار شکنجه در بدن دخترشان در دست دارند. همینجا یک پای هست که باش زدوشینی هست است. از گلویش وای کپیدگی جفیدگی است. بدنش هم سیب سیاه کبود کندگی نشانه‌های قتلش بسیار است. والدان آیشه گفتند جسد دخترشان را معاینه طبی سودی کردند، اما با گذشت 10 روز هنوز خلاصه معاینه را به آنها نشان ندادند. تنها طبیبان به آنها گفتند که دخترتان از دود دویژاک یا گنراتور در حمام فوتیده است. وقتی که با بیمارخانه میارش علاقه و بر وقت جونش برآمدگی دویژاک زهرآلود شده مرده است. ولی تا حال هیچ سندی رسمی به خانواده مرحوم پیشنهاد نکردند که مرگ او را از دود گنراتور ثابت کند. تماس‌های با تکرار ما با بیمارستان و مقامات دادستانی بی‌پاسخ ماند. پدر جوان با شنیدن پرسش اطراف این قضیه گوشی را خاموش کرد. سرطبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه عبدالرحمن جامی نیز گفت بعداً تماس گرفت ولی دیگر به تماس‌های ما پاسخ نداد. تنها یکی از نزدیکان خانواده شوهر آیشه ادعای از شکنجه فوتیدن او را بی اساس خوانده گفت هنگام شستشو در حمام که آنجا گنراتور کار میکرده است زهرآلود شده فوتیده است. اکنون خانواده آیشه مرحوم منتظر خلاصه طبی دادگاهی هستند. ما میخواهیم که همین قاتل در نزد قانون با عدالت جواب خودش دهد. آیشه و شوهرش دولتیار در 5 سال زندگی مشترک صاحب یک پسر شدند. شوهرش به مهاجرت مهنتی رفته به قول مادر آیشه چند پیش از روسیه برگشته و زندگیشان میانه بوده است. این بار اول نیست که والدان از مرگ دخترانشان بر اثر شکنجه در خانه داماد شکایت میکنند. چون این نگرانی ها در حال صدا میدهند که شکنجه نسبت زنها بیشتر شده است. با اطلاع رسمی در نیمه اولی سال سپری شده 763 زن از خشونت شکایت کردند که نسبت به همین دوره سال 2024 256 حالت بیشتر است. یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زورآوری به زن در عائله یک کار معمولی است و مقامات و تحقیق چنین پرونده ها تلاش زیاد ندارند. یک دختری 15 ساله در شهر وحدت و دخترچه دیگری 4 ساله در ناحیه عینی از دود انگیش زهرآلود شده به هلاکت رسیدند. حادثه اول روز 14 ینور در دهه زرافشان و دومی 8 ینور در دهه قمرغ عینی رخ دادند. در حادثه اول همچنین خواهر این دختر و در واقعه دومی دیگر اعضاهای عائله نیز زهرآلود شدند. یک منبع در حکومت شهر وحدت 16 ینور به رادیو آزادی گفت خواهر دختری هلاک شده را در حالت بیهوشی به بیمارخانه بردند و احوال او خوب است. ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت سوخت واقعه 8 ینور در ناحیه عینی را تصدیق کرد. معلوم نیست وضع زهرآلود شدگان دیگر در این حادثه چگونه است. در تاجیکستان که ساکنان در تیر ماه و زمستان با محدودیت برق میگیرند مجبور میشوند با انگشت خانه ها را گرم کنند. تقریبا هر سال در پی زهرآلود شدن از دود انگشت نفر یا گاهی همه اعضای عائله جان میدهند. برنامه اینجا به پایان رسید. خبرهای نو و آن خبرهایی که در 15 دقیقه گفته نشدند شما از سامانه آزادی آرک و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک، یوتیوب و شبکه ایکس پیدا کنید. با امید خوشروزی ها، خداحافظ.